خب درود هموطنای عزیز، درود بینندگان گرامی، درود مخلصان کانال خادم خلق. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلند باشید. درود خداوند و خانواده یکی شما هم باد. ببینید دوستای عزیزم، در باره قهرمان ها شب کمی صحبت کرده بودم. در اومدی گپ گفته بودم که مثال چرا ما قهرمانی نداریم که ببینیم یک غرور انسان بیدار کنه در میدان ها، در پلاشده ها، در کوچه ها. وقتی میبینی که یک مثال گیریم غرور تا بیدار میکرده، قهرمان نداریم. چرا ما فقط شاعر نویسنده ها را ماندیم قهرمان خلاص؟ در این حالت بعضی برادران ناراضگی کرده است که تا رودکی را نمیشناسی، تا دیگریش نمیشناسی، او قهرمانی ما هست و هیچ که رد نکرده است که او قهرمان نیست. البته که قهرمانی یعنی علم هست، یعنی قهرمانی نویسنده هست. خب ببینید دوستای عزیز، اگر که در همه پولشا ما اگر موزه رویم یا که در یگان جا رویم، حتما یک قهرمان دارن که مثال گیریم جنگاور هست، جنگیدگی هست، سهم گذاشتگی هست برای نجات این دولت. گوییم که دشمن وقتی جنگیدگی هست و بگیم هیکل او هم بگیم با یراق هست یا که با یگان چیزی دیگر هست. همین گودکاش هم ببینن میخواهن رنگ هم باباشون شون، یعنی که دشمن بزنن بجنگن باش. یعنی کودک دیگه خیلی تربیه میکنه. وقتی که ما میبینیم در پلاش بگیم در دستی قهرمانی ما کتاب خونده ایستاده است، اقلا همون هم اگر ما تقلید میکردیم، یک کتابخوان های خوب میشدیم، یک با علم زور میشدیم، اگر این دیگر گپ بنده که متاسفانه ما همون رو هم تقلید نمیکنیم. یعنی همون رو هم ما تقلید نمیکنیم، نمیخونیم. در واسه هیکل واسه بود، هیکل واسه چه خیلی که با گفته های اگر باباها مون بگیریم و با گفته های کلانا مون بگیریم، ما نسل واسه هستیم. یعنی دختری بابای واسه جغگل و مومای گلیزو و بابی ریزو، از اونو دختر بودگی است. یک دختر به نام مومای جغگل و بگیم که همون مومای جغگل مادر بابای ما میشه. یک ما ایوانی درگه هستیم دا، یعنی که درگه یا رگمون قلق است یا رگمون تاجیک. بابامون مادرش تاجیک است، پدرش قلق است. و در باره قصه ای هم گفته بودم که چخیل این بگیم که در قلق دخترشه دودگی است. یعنی که با قصه های بابامون بگیریم چخیل با قلق مثال گیریم دختر دودگی است. بعد همون حالت ها نه باز یه روز دیگه علاهیده بگیم که من باز یه بار دیگه اهل اولادو را پرسم ده کنکریت نه در این باره باید گپ میزنم. و هر گاهی که هر انسان اگر که همون نست پیش هیکل واسه قطعی میگذشت که مثال قامت بلند در دست شمشیر، شخصا منم برای من یک غرور پیدا میشید. ببین بابا را ده اشیر نر شمشیر قطعی جنگیدگی است. و متاسفانه هیکل واسه را چپه کرده و در بالای اسب واسه ساخته، در دستش علاو دادن. چی دادن ایستادگی است؟ یعنی که علاو، گویا که واسه در چمپیونات المپیاد علاو در داده باشه، گویا که واسه در چمپیونات اشتراک کردگی است، یک اسب دوانی ده و در هم المپیاد علاوش هم واسه در داده باشه، هم خیلی سوزونده دواندگی باشه بالای اسب. یعنی مردم واسه مثال همون منطقه شور کردن، دوال نشیدن که واسه پیاده بود سورشید گفتن. مثال میبخشید که من کم کم پریکول میکنم، گپ میزنم، خیلی حزل میکنم، نه که راست قبول کنیم بعضی چیز براده.
мардами восе хирсан чиданда ямр восе пиёда буд ина соҳиби асп шид гуфта ина ки свора меравад дига ин тарафша та дар болои амон дар амон ҷои ҳайкалаш ҳайкале мондан ки восе дар болои асп аст дар ҷои шамшер алов додагӣ аст ман нигоҳ кардам гуфтам ки ин боби мо ягон дар чемпионат иштирок карда ба чикор кардагия алови олимпиада сар додагия чикор кардагия асти ман нафаҳмидам хагани дар пешони аспаш гуфтам знаки аудира намезаненаш гуфтам дар аспаш ки знаки ауди дошта боша чемпионат знакша яъне ин чӣ кор мекуна ин барои шумо нишон метаҳад ки бибинед аз ҳайкали пештара мо ҳайкали навтари зуртар сохтем ки восе дар болои асп аст аммо чаро дар дасти шамшер нест восе ку ягон олимпиада иштирок кардагӣ набояд восе ҷангидагӣ аст барои чӣ шамшера гирифтан аз дасташ мардума чашмаша хок пошиданд фан карданд мардума гуфтанд ки на мо восе дар асп падарка мекунем не ки шамшерша аз дасташ мегирем шумо бибинед чӣ хел восе дар асп шиштагӣ аст не ки уҷа дигар смисли восе гум шид дар уҷа маънои восе гум шид кияй восе як одами бегона биёя бибина як кӯдаки дига як пакалени баъди дига ё ки ҳозир таваллуд шидагин кӯдако ҳастанд ё ки ҳозир ҳамун чандсола кӯдаке ҳаст агар бариш бибина хиёл мекуна восе дар ягон чемпионат иштирок кардагӣ аст алови олимпия сар додагӣ аст халос дар дасташ алов додия смисл чӣ монд дар уҷа ман дигар ягон смисл дар уҷа надидим ягон маъно надидим дигар яъне ки аз восеи қаҳрамон як восеи бигем ки олимпиада иштирок кардагӣ восе ёфтем халос нест яъне ки кӯдакам бибина дигар маънои ӯ гум шид дигар мазмуни ӯ гум шид о чизе ки барои наслҳо каме ғурур шояд медод каме насл медид мегуфт ки бобои мо меҷангиданд зидди душман ҷангидагӣ ҳастанд барое ки эмомалӣ ғурури миллата бояд бикша номуси миллата бикша то ки оянда рустам ва фарзанди рустам ва бигем набераи рустам гуфти ҳамн эмомалӣ худаш ки эмомалира фарзандаш набераш абераши чабераш баъд куни косашам дар инҷа раҳбар бошад шоҳи шоҳона бошад имрӯз дар портрети байни шоиро эмомалиро мебинед қаҳрамон ватансоз баъд рустамро мебинем баъд азизаморо мебинем имрӯза аз қаҳрамонои тоҷики тоҷикистонӣ ки тоҷикистон сохтагӣ ҳастанд ва барои ин сарзамин хун додан ҷангиданд аз уно карда ки о ягон ҳайкал надоранд имрӯз ҳайкали очаи эмомалӣ зиёд аст имрӯз ҳайкали очаи эмомалӣ зиёд аст ки то ҳамин қасон восе бугӯ мардуми хуҷа намешноса восе бугӯ душанбе намешноса восе бугӯ қирған намешноса восе бугӯ кӯлоб намешносаш кияй восе просто хиёл мекунам восе ба ном як район аст халос дигар чизе нест яки восе ки аст дар бораш намедонам восе ки аст восе будагиё намедонанд аз ин ба баъд бибинад мега хай бобо дар дасташ алов чемпионат да ягон олимпиада да алов сар додагиай аввалин олимпия оли китобшам алиш ки намешавад бигӯянд ки восеи инсоне ҳаст ки аввалин олимпиадае ки ташкил шидагӣ аст дар ҷаҳон мо тоҷикҳо амо аловша сар дода давондагием болои аспда инаме одам бад восе бад амо ҳамин кора кардагӣ восеа мо олимпияро открита кардагием аввалин бор мо ҳуй кардагием алови олимпияро мо гирифта давидагӣ ҳастем ба асп гуфтам ташда бинависанам монан мешавад дигар уҷа ягон смисли дига намонд ки бигем ки ягон маънӣ намонд дар уҷа ягон мазмун намонд ва ҳамин хел бигем ки мо утра заиф мекунанд меёрад яъне дар болои дар хиёбонҳо мебинем китоб хонда истодааст ҳайкалои мо
و در دیگر جا میبینیم همچنانی که ببینید چقدر بابایمو بگیم بودن مجبوری در جنگ 41 45 کشته شدن قتل شدن. در آخر اگر بیایم نگاه کنیم در یگان فیلم 41 45 تاجیک دیده نمیشه. یعنی که یک تاجیک یک خدمت کرده باشه، یک کار کرده باشه. در همه جا قهرمان ایوان آوردن. روز کی قهرمان، روز کی قهرمان، روز کی کار کرد، روز کی رفت در اونجا زد خچه، روز کی نیتری کرد، روز کی کار کرد، روز کی کرد. اگر همه جا دارن بابای ما هم طرف پیخت کردن. دوای پریود واسیا گفتن، چورکا پریود گفتن زدن. بگیم که قتل کشتن ماشون مردن رفتن. برای او مردن و روسا زنده موندن. برای که او پردوای داخل میکردن او را. امروز بوریات را داخل کردگی برید. ولی پگام ای بوریات میبره کو همش بعد روز که ایوان پیدا میشه و قهرمان. ولی یک گرانت ای کوادراکوپتر پرتافتن در یک اوروس، او گرانت نکفید، او اوروس گرفت گرانت را دور پرتافت، همون را گرفتن. حالی سینساتسیا قهرمان کرده ایستادن. اینترویو گیری را میبینی از او، سیومکا را میبینی از او. вот наш русский солдат گفته این بوریات مرد رفت بیچاره کویا بوریات گفت هم گپو نمیگن که بوریات نش солдат. вот اینای خدمت ها را کردن، بوریات های اینای کار کردن. نیست، فقط نام بوریات با دزدی برآمده ایستاده. کجایی را که اوروس میدزده در کلای بوریات بر کردیسته. خلدنی که اوروس میدزده میگه بوریات دزدید. بوریات تو یه جایی در زندگی میکنه تابستان زمستان اونجا خلدنی که خلدنی با او را در کار نیست. استرالکا را اوروس میدزده در کلای بوریات میزننش. مثال گیریم استرالکا بوریات در کار نیست برای که اونجا در کران او ایتری چیزا وجود نداره. اونجا همشون همون چریز یخ از دیگر چیزا بگیم که او استعمال میکنه. و نامی بگیم که بوریات باد. امروز هم عیناً همین چیزها بگیم که هم خیلی دوام داره. همین از روس‌ها یعنی که با ما همین رفتار هم اول هم کرده بودن. بعد از اون ما خدمونه نمیدونم که خوجه امام علی که روس است. بعد از اون همین قصه مردم تاجیک ما بازم گشت با همون قصه دور زمانی اولا گشت اومد در کجا یک انسان ولی فردا قدم قربان بمبره هیکلش میمونن. مثال گیریم اونا مگم با بمبره هیکلش میمونن. بهترین اکتور بود گفته ضعیف کردن میگیرن شما را، ضعیف کردن میگیرن. اوچه امام علی چیکار کرده بود که در خوجند هیکلش باشه، در بگیم که کلوب هیکلش باشه، در بدخشان هیکلی او باشه، در پایتخت هیکلی او باشه، در تمام جا نامی دعای مادر. گویا که همین یک مادر امام علی دو دادگی دیگه هیچ که یک مادر دیگه به فرزند چه دو دادگی نیست. حضور جفت تو طرف دستی طرف منظران ما به جای یک دقیقه با اجازت شما میستم. گویا که مادر امام علی یک دعا کردگی است، دیگر دعا نبوده است. هیچ که دعا نمیکرده است بچه شده. این چی است؟ این ضعیف کردن شما هست. وقتی که شما میرین یا هیکل هم میبینید یا مادر دعا کرده است، ایشی میرین یا بابا کتاب خونده است، ایشی میرین با یا مادر دعا کرده است، با او طرفش میرین یا بابا دعا کتاب خونده است. خلاص شما اتوماتیک بگیم که همون شما اتوماتیک همون چوستواتون مردن میگیره. همون چوستوهای غرور، ناموس، ننگ، همه چیز سلابشی در رفتن میگیره شما دا.
شما سلابیشیدن میگیریم. دیگر بگیم که ناموس پیدا نمیشه و غرور پیدا، یعنی که پریمیر نیست. پریمیر میدونی چی است؟ پریمیر پادراژانی میگن که روسو نیست. پریمیر که شما تقلید کنین با کسی نیست. یک از سپورتسمن میشود بگیم سراز همه گیرن میبرن سودش میکنن یا که از وطن سرش میکنن، دیگه نامی جدا نباشه با او را اگراژات میکنن، خونه شون میرون، اویله شون بچه تا بگو ویدیو نکنه، نبروید در یکونجا گپ نزنه، بگیم که ملادیوش نبینه، از او بگیم که یک غروری بگیم مردونگی پیدا کنه. خلاص یعنی عادی ترین عادی نمی سمسلی حیاتی شما همین میشه. یک ژورنالیست یک چیز اگر راست نشان بده گپ زنه، البته بعد انسان هایی که بگیم ببینید برای انسان ها بگیم تماشا بین کردن، انسان ها کنشون نشان داده است، نه رقص کرده ایستادن، لوبای کار کرده ایستادن تا که بیننده داشته باشن. دلیر امام علی را بیننده شب ببینین، مثال چند بیننده داشت. چی شما فکر میکنید که آدمایی نبودن که باز همین کارا بکنن، بروند مثل دلیر امام علی سیومکا کنن، آدما را کم بودی را نشان بدن. ببینین ای صدقه پول کار کرده بودن، همه رفته کمبغل سیومکا میکرد. در کجا یک کمبغل است میگفتن میافتن سیومکا میکردن. برادرو همین مادر کمبغل است، همین مادر نداره برادرو، همین مادر را التماس یاردم کنین، صدقه کنین. این همین کارتش های، این همو کارتش موندگی همین مادر، اینا در همین کارتای ما پول پرتوی. کجا شدن ایو؟ کجا شدن؟ یعنی که بود همین چیزو، یعنی بود تقلید میکنیم، ما مردم تقلید میکنیم. من هم تو هم دیگر انسان هم با یک سپورتسمن، با یک قهرمان، با یک بگیم چیزی ما تقلید میکنیم، خواهی نخواهیم. میخواهیم مثل همو باشیم، یعنی که میخواهیم، تو هم میخواهی، من هم میخواهم، دیگر کس همی را میخواه که مثال کدامی مثل یک فوتبالیست میخواه شود، کدامی یک میخواه قدر نگن الله دایسه این پلاسک که جو که همسی گذاشتنی ای کم داروش ترک نمیگیری، همین اومده تایفی که ما میدرو همه میخواه کدامی. برای چی فوتبالیست تولد میشه بعد کلان میشه؟ برای که انسانی که هم فوتبالیست دوست میداره و فوتبالیست میشه، یا که دیگر ساحه ها دوست میدارن، هم تقلید میکنن هم. و امروز ما چند قمه شوه بگیم که 100 ساله ها میشه، یا که پیش از اون بعد از اون آدمی تقلید میکردگی نداریم. این بدبینی با این با آن نیست. برای چی نیست همه چیز مادر؟ برای چی نداریم؟ برای چی کوچه ها در نام همون انسان ها نیست؟ برای چی من میگم که امروز ما تیار هستم برم در اوکراین باتالیون باسماچه بکشم. ما حاضرم راه گفته ایستادم، حاضرم در پولشا برآمده ایستادم، ایجارم پرسیدم، ما گفتم که برای ما رزرشن اجازه بدین، برای که ما در حمایه شما هستم با کنونسیون آن، با قانون، یعنی که من در حمایه شما هستم، باید از اینا اجازت بگیری. ما در اینا هم اجازت پرسیدم، گفتم که برای من اجازت بدین که من روم، من بکشم همین باتالیونا. برای چی؟ برای اینکه غروری همین ملت، برای که همین ملت بدونه باسماچی کی بود، با کی جنگید و باسماچی چی با او را باسماچی گفته تهمت کرده، بگیم که نامشون اچرنیت کردن. باسماچی هم تاجیک بود، تاجیکستانی بود، برای نمی وطن می جنگید و او را هم نمی بگیم دیگه امیرای همو دور زمان میکشتن، او را هم سر میکردن، میکشتن. ما فقط ارمیه برای کشتن خودمون تشکیل میکنیم، نه برای دیگر چیزی دیگر. ارمیه ما فقط هم میتونه که ما را خودمون بکشیم، دیگه کس دزورش نمیرسه. ارمیه ما دیگه دو خونه دور، ارمیه ما کسی را بگیم که از چیز حمایت. ارمیه ما فقط برای حمایت کردن همون رهبر ساخته میشه، برای حمایت کسی دیگر نه. مثال گیریم
همون دلبایو بگه که مثلا ما تروریست هستم، значит весь армия قبول میکنه ایمان میاره. مثل армия ما مثل همون پرینسیپای دین اسلام شده است. اگر که شک کردی شبهه کردی تو هم تروریستی. یعنی که شک کردی شبهه کردی تو اونجا اتوماتیک کافری، تو باید حکم قتل بگیری، تو باید در جنه باشی. همین پرینسیپایی بگیم دینی مسلمانی را داره همین армия ما، یا که ساختارهای بگیم که داخلی ما فرق نداره. هر یک ساختارمون یک دیبیل بگرده بگه که نمی تروریست است، همه ایمان میارن و قبول میکنن که تروریست هستی. یعنی کسی ایرا بگیم بیست چی با چی خیل کجا را ترور کرد چیکار کرد، گفت اگه سوال دادن ده حق نداره، زشیت کردن ده حق نداره، در حالت که армия برای زشیت ای شهروند، یعنی هر یک تاجیکستانی برآمدگی تشکیل شدگی از سود پروکرور، اگر که من ناجای امام علی را بگیم که چی کرده باشم باید امام علی را حمایت کنه. اگر که امام علی ناجا اگر مرا بگیم که تروریست گفته باشه باید مرا حمایت کنه. армия باید بیاوه فکت حق. یعنی که همون منتالیتت مو همی است که میگه که گو پرید، اگر بگوی که نیچ خیل گو میپره بگوی تو ایمان نداری، تمام تو کافری، تمام تو باور نمیکنی، شک شبهه داری، تمام تو کافری. همین است. یعنی که Astanayev terörist است. گفت значит امام علی تمام армия باید ایمان بیاره که Astanayev terörist است. تمام باور کنن، بکوان، بیاون، بکشن، بدزدن، برن، بگیم که زندان کنن برای اون که امام علی گفت که تروریست است. خلاص. بود پرابلمای بگیم که اصلی ما در کجا هست. میفهمی نمیدونم. برای چی؟ برای که اما армия را ضعیف تربیت میکنه. армия ضعیف تربیت میکنه. армия هم غرور نمیبینه. армия دم ناموس نیست. ناموس نیست در армия. یعنی که ما نداریم هم خیلی انسانایی که حاضر در армия بگیم که صورت غفارسیدوی زدگی باشد، یعقوب زدگی باشه، لنگری زدگی باشه، سنگک سفر زدگی باشه، هم خیلی اما حداقل ده حداقل ما گفته استودم که حکومت از همونو ساخته شده، حداقل زدگی باشه که همه انسان چی خدمت کردن برای همین سرزمین. در یگان چست صورتای یورا نمیبینی. صورت امام علی، صورت شاعر، همونجا هم چست دادم صورتای شاعر رو، صورت امام علی و بگیم که حالا دوای مادرم و فکرم صورتاش هست توشه در چستو. باید حواس کنن سالداتو که ببین او چش خیلی دوام داده زور بوده و چش همین دوای مادر قطعی همین انسان کو همین پرزیدنت شی اینا خدای نم قدر دادش برای همون دوای مادرش گفته. یعنی که مردم اینه آرزو را کرده صورت یا چای امام علی را در چستو نگاه میکنه. ولی من باوری دارم که در چستو هست همین چیز، برای که زمانی ما چستو در پرسیاگا قبول کردن و غیره کارها و غیره و غیره ما کنسرت ها میدادیم. بیرون از اون هم زود زود کنسرت ها در چستو میدادیم. ما امروز میگم که همون را فکر میکنم که همون کنسرت های زود زود سالدات های ما را بگیم که ضعیف میکنن. مثال گیریم ضعیف میکنن ده زود زود کنسرت دادن. سالدات دیگر چیز دادن در کار است، غرور در کار است، ناموس دادن در کار است. سالدات حق یک کینوی دیگه تماشا کردن نداره بغیر اونه که سخنهای امام علی. روزی دراز در داخل چست ها بگیم که در تلویزیون یا وقت دارن باید سخن امام گوش کنن، وستوپلین امام علی باید گپ امام علی را گوش کنن. اصاب اینا قطعی سربازا ششتگی قطعی دیگرها ششتگی نگرد داده است همون را صورتاش همش امام علی کی را نگرد داده است همین درونی کلدروی چسب مدروی کو هر صورتی که امام علی یک کس بندال داده است یک کس دستورین داده یک کس قطعی سلام کرده است یک حربی قطعی بگیم در کجای امام علی در همونجا است. یک تشه صورتش دیگه موضوع رمو تماشا کردن این انسان میشه تروریست میشه.
نه اون که در شورانای بگیم حربیای ما صورتای او زدگی باشه که بگیم که نه خیلی انسانا بودن، نه خیلی برتنا بودن، نه خیلی جنگ میکردن، نه خیلی غرور داشتن، ناموس داشتن، وطن ساختن. میترسیدی خودم از اینو. گفتگی بگیم یک غرور یا که در وصف اینو یک نقل، یک گپ در حربیای ما گذاشته نمیشه. در حربی ما این چیز گذاشته نمیشه. نیست این چیز. مرده گوری ما میگم. میره اینم گپ امام علی را موندگی، امام علی سفسطه خونده است. کاریدور دامه دروی اما صورتوی اما موندگی بگیم امام علی یک کسا مدال دو دیسته، یک کسا سلام کردیست. اینم خیلی چیز داره. نیست دیگر نخیلی نیست. غرور نیست در اوجا. چیکار میکنی؟ در حالت غرور نباشه چیکار میکنی؟ چه خیلی حربی میتونه که غرور پیدا کنه در اوجا. یک بگیم که در حالت یک ماشینی پلیسه پرپسکت کنیم. مطابق قانون باید بیستی در حرکت کردن بگیم اروپا هم خیلی است. در حرکت کردن پاژارنیسکور پلیسیا حرکت میکنه باید هم قدر جای بکشوی بیستی که او بگذاره برای اگر که بگیم جو چی باشه تنگ باشه. اگر جود کشود باشه یعنی حرکت کردن اجازت باشه پلاسا تعلیش میکنی، پلاسا را خالی میکنی و میگذره میره. در سویتافور و در دیگر جایی در حالتهای پروبکا و در دیگر چیزا که تا حرکت سست هست و کوشش میکنی یا طرف بگیری بیستی بگذره برای یعنی که مطابق قانون همی است. اگر نگرفتی جریمه بابو با خونه تمی یا ریشوش شونه کده کوی جا بیاری اگون سونو بفته نمیخیل است دوستای عزیز. یعنی که من به این مقصد گفتم که چرا کوچه های ما به نام قهرمانمون نیست، چرا بگیم که هیکل های قهرمانی ما، چرا هیکل واسه در خوجان نیست، چرا هیکل واسه که در حالت که او برای گشنگی مردم جنگید خود برای منطقهش باشه. من میفهمم که او وقتا مثلا سیریاز کم بود، او وقت اگر سیریاز میبود دیگر انسانو شاید پریسایدینیت خوش میشیدن با بگیم این شوریش، حتی که خبر نداشتن دیگر انسانو. امروز در همه عالم اینترنت در همه چیزو میره بدخشان میزنه در تلویزیون کنسرت رفته است بعد 6 ماه درک میبینی که موبایل بدخشان آزاد است. در همه عالم اینترنت میکشه اینترنت هیچی برآمده نمیتونه میزنه گفت که همون با همه ریاکشن میکنه بعد 6 ماه دیگر کس درک میوه که 6 ماه پیش بدخشان آزاد بود است در همه عالم. او وقت است که جو بود. یعنی که شاید این مشکلی ها بود. برای چی این چیزا نمیشناسه هیچ کسی نمیدونه. برای چی در وصف کتاب نیست، در وصف دعای مادر کتاب است. امام علی چندین تا کتاب نوشته است در وصف خودش و چمو کردن خلق و بگیم پچینیت صدراندن خلق ده. امام علی شاعر شده است، نویسنده شده است. در 28 سال عمرش 32 تا کتاب، همین پرزیدنتیش 32 تا کتاب نوشته است. کنی کتابی واسه در وصف واسه بود کنی. برای چی؟ برای که نمیخواهن اینو که شما غرور داشته باشه، نمیخواهن اینو که شما ناموس مردانه داشته باشه. میفهمی نمیرم میگم کنم مثال آخران 90 سال شیدگی تغییرات ها کم انسان ها سهم گذاشتن، کم انسان ها چی از خوجان باشه چی از گفت در سر اون است که کدام یراق قطعی سهم گذاشت، گفت در سر اون است که به یراق هم سهم گذاشتن. انسان های عاقل بودن، دانا بودن، پرگوارا میکردن، رفت بی اومد ها میکردن. یعنی این چیزا رو بگیم که انجام میدادن. هم خلاص کنی در وصف و کتاب کنی همش در وصف امام علی اساس گذار صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی نمیشید، تاجیکستان نمیشید. لیکن یک انسانی کار کردگی نیست. ریت هم اگری خیلی بگیریم امام علی وابشه یکان کار کردگی نیست. فقط امام علی تونست در نکاح این یا اون بدرویا او انسان سپانسرش کنه، او انسان بکشه یورا بگه که نه کارا بکی و تو امروز هم بگیم همون کارا دوام داده اومده است.
او وقتا خوجاش یردم میدادن برای کشتن احازی باشه سمستایتیلی کشتن یاد گرفت فرزنداش قطی نبیراش قطی همه را غصب کردن گرفتن خلاص یگان کار دیگر امام علی کردگی نیست در اینجا دیگر انسان بگه مهنت کرد اینجا دیگر انسان رو پیروی کردن اینجا دیگر بودن فقط از طرف همین بگیم قوه های خطلان نبودن آدمایی که بگیم همون دستایلی یا که بدن و ترسیدن بعضیاش همون خوندگی علم داروش چیکار کردن همین امام علی را پیخت کردن گفتن نمیره برایش یکی همین تو مردن شه و مردم خوجت باشه خیلی گفتن اگه دیگه چیکار کنیم اگه او یراق دارن ما یراق نداریم خیلی باشه وطن داری کنن که ببینیم چیکار میکنن و اونا هم باور داشتن که این دولگا نمیره و این چیزو اینو بین خودشون کنفلیکت رونا زنازنی ایشیشه میکشه ایشیشه ترور میکنه این کارو کرو چی حل مسئله خیلی چمی هوا یعنی که هم خیلی بگیم که چی میکنه تمام برای ما امروز فقط قهرمان امام علی اساسگذار امام علی پیشوا امام علی نمیدونم مردم پرور امام علی خلق پرور امام علی ستاره امام علی ماهتاب امام علی آفتاب امام علی برف امام علی باران امام علی همه در وصف بگیم امام علی است خلاص و مردم ها بینمی گلکو را بگیم تکلم کرده ایستادن از کجا در این فرزندو در این مردم بگیم که غرور پیدا شود از کجا پیدا شود نیست همون پریمری که غرور بگیرن مردم نیست هر انسان اگر در وسط او آدم فکر کنه یا که گپ زنه در یک جا او تروریست است یا که امروز سخنهایی که ما میگیم حداقل مردم برای گوش کردنش زندان میشود گوش کردن ده زندان میشود برای چی برای که امام علی نمیخواه شما چیزی که ناموس در دخالت داره چیزی که ننگ در دخالت داره چیزی که ترا بیدار میکنه چیزی که ترا مرد بدن تا احساس میدرونه این سخنهای کمبودی هایی که گفته میشوند که ایو ما نداریم باید ما نخیل باشیم باید ما غروری ما نمی است یا که دیگر انسان هم بیاید ببینه فقط هیکل ما یک زنک هیکل شد داریم یا کتابخونه هیکل شد داریم تمام این میگه که این ملت نه چیتمتری ملت است نیست غرور دیدن نمیتونه در وطن ما غرور دیدن نمیتونه ما فقط سیم زر زیباگی لامپچکا و یالالک دوشنبه علف گل زور دا عشق باستیم گشتیم برای همه ما گل ببینیم رنگ هم گو علف دیدگی اور خرسان میشیم فقط بعد میگم که نمیبینی نه بودی را نه گل نمیبینی نه درخت را نمیبینی این کبوتی را نمیبینی هم مثل همونه که همون گو یا گوسفند علف کبوتی علفی را ببینه میشه خرسان میشه و دیگه علفی زور بدد اوزی ما همون خیلی دیگه یکون چیز دیگر نه هم میبینیمش خرساندی رسس میشیم که میگیم ببین این کبوتی را ببینی ای بگیم این سبزازوری را ببین گویا که ما گو باشیم باید ما در علفی خرسان شیم نه در کبوتی یعنی خیلی کمبودی ها هست هموطنای عزیز برای همه هم شما را اینو نمیمونن و اجازت نمیتن تا که شما چیکار کنین شما گوش کنین اون حقیقت غرور شما را بیدار کنین برای هم فردا بی تمام ویدیوهای ما بگیم که تو اولاد هست شاید این اورهایی که ما گپ میزنیم اینو بگیم که چیزی سپیسکای تروریستی دست گپای تروریستی زدگی هستیم ما برای چی برای که ما گفتیم مردم غرورتون بیدار کنه ناموستون بیدار کنه مردمی که غرور ناموسش بیدار است و تروریست است یعنی ما گپای تروریستی گپ زده شدیم تا امام علی هست تا اولاد هست این سخنهای ما در سپیسکای تروریستی و اکستریمیستی داخل میشود برای که ما شما را دعوت با مردانگی میکنیم غرور وطنداری در بالای سر شما کسی سوار نشود و هیچ که این نوارا را گوش کردن در حق نداره و کدومی هم گوش هم کنه پسان هم که بگیم تو این اگر اولاد باشه بعدا نمیره اگر کدومی گوش کنه او انسان میتونه که زندان شود خلاص برای زندان کنه بترسونه اگر که گوش نکنه و دیگر بگیم وقتی که تا حقیقت نفهمیدی میبخشی برادر عزیزم غرور از کجا برای تو پیدا میشه
ننگ ناموس از کجا پیدا میشه؟ کنش نباید علافی کبوتی را دیدی مثل گو سبزازو را دیدگی ولی خرسان میشه. گلا نمیبینی؟ شروعی را نمیبینی؟ گلو را این آبادی را نمیبینی؟ اینه 4 تا دوم نمیبینی؟ اینه تینجی را نمیبینی؟ تینجی را بی؟ تینجی را مثل همو گوسفندی که اگر یه هفته یکون گرگ شکار نکنه در رامش خرسندی رسس میشه که میگه ببین خدا را شکرش که یه هفته گوسفند شکار گرگ نیامده است. خلاص دیگر چیزی دیگر در اینجا نیست. یعنی ما اوترا همین درجه آوردن بگیم که ضعیف کرد. در آن حالتی که من از نگاه من مرد یا که دیگه که ملادیوش یا که پدرستایش یعنی کلانشیده ایستادگی نسل ها در آن حالت نسلی با غرور می شوند. در آن حالتی که این نسل یعنی نسل پیشترش کی بدگیش میبینه میدونه، یعنی کی بدگیش میبینه میدونه. در حالت این نسل از اون پریمیر میگیره. نه که اگر که در حالتی که ما قدم خربو که دیدیم یا که ما گنبای را دیدیم که فان 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 کداگشت شده است، از اینو شما چی غرور میگیره؟ یا فرزندای شما چی غرور میگیره؟ کوچه میبرویا هیکل یا چای ممالی دو است از دوی مادر تلویزیون را گیریور میکنه، قدم قربون سری پاورا دوش فنگ 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 دوره دوره خیابون میره یک بابا کتاب خونده اشتگی است تمام و میگردی ممالی رحمو قهرمون قطی رستم زور سبزازو را نمیبینی، علف نمیبینی، این از چراغ نمیبینی، خشروی را نمیبینی، این ایجاش نمیبینی بچه، انا فلان جوش نمیبینی بچه. میگردی دیگر از کجا دیگر تو ناموس پیدا میکنی؟ از کجا تو غرور پیدا میکنی؟ در حالتی که یک جنگاور تا نبینی، در حالتی که یک قهرمان تا نبینی، در حالتی که یک بگیم که برتن غیور تا نبینی، غیرتدار تا نبینی، یک بابای غیور تا هیکلش نبینی، یک نامی او را در یک کوچه نبینی که او چیکار کردگی است، بگیم که از کجا تو میتونی که به غیرت شوی؟ از کجا؟ کوشش اینا هم اینا نوشته است تو دست که ازباگ میگه کو با خدا بیا همه ازباگ نسل بگی و خدا همه تو بریم بیناموس همه برین ازباگ بیا نسل بگی. نسل بگی اگر باشه یکون بگیم که رویش که نسل بگیری و خدا نسل بگی فایدت میکنه. توی درجه بیناموس نمیشه نمیره، توی درجه بگیم که خود فروش نمیشه. بچه این برف یخ کرده از رنگ سنگ شده است. این تای ماشینو غلطیده است قلوت میزنه قرد میگیره. فهمیدی؟ خدا نسل بگی برادر. یعنی کی نمیخیل است دوستای عزیز محمد تنوی بینی باید گیرامیم اول قدرم هر چیزی که من میگم که این نه برای دشمنی است نه برای بگیم که این یگون چیز نیست. این همون قدر معنا داره که معنوش که هموطن عزیزم یعنی که باید منت غرور همونا بیدار کنیم. برای بیدار کردن غرور در کار هست که چیزی که تو باید ببینی. در حالتی که تو چیزی را دیده نتونستی که او غروری تو را بیدار میکنه، تو پس بدون که تو ضعیف شده رفتن میگیری، یعنی سلابی شده رفتن میگیری. خدا کنه که ما و شما یک دیگر را فهمیده باشیم. این نه دشمنی در رودکی است، نه دشمنی در سینا هست، نه دشمنی در سامانی و ساسانی است، نه دیگر چیز است. یعنی که این چیزها نیست. در دست سامانی ببینین یک نمخه ستاره دودگی هستن، ستاره قبیله برداشته دودگی است. خلاص یعنی که نمی سامانی قهرمان ما است، هیکل ما است. بگیم که یعنی در اونجا یک نموندن یک شاهی که در کریسلو هم خیلی شیشتگی بگیم در براش اخرانوش شمشیرها قطی استودگی
بگیم بابایی که او وقتا ریشه نمیگرفتن او وقتا ریشه نم قناو قرش میموندن همین بگیم مردکو حاضر ریشی سموی را کناتکه کدگیان ماشینکه قطی زدگی بگیم قرق ریش موندگی است او وقت یگان شاهی تری ریش نمیموند ریش کوتاه نمیموند ریشش بلند بود بگیم غرور ناموسش هم بگیم که بلند بود نمیمونه در یگان کرسلو هم تشیشتگی کرسلوی شاهی باشه که بگیم در گردش اخرانا ایستادگی اخرانا در جای سگ گفتی همو گپو شرا را هم تا قپیدگی در گردنش زنجیر زدگی شرا را شاه اخرانیت کرده ایستادن خطی شرا شر بزبالای دیگه در مبین شیشتگی و پراویتل نمیزنی هیکل که یک دیدگی آدم کیف کنه بگه که اونا شاه بارا ببینه چه خیلی بودن وقت شده آدم ها سگ وانی میکردن سگ میگرفتن میگشتن این مردکو شاهاشونه با شیرا اخرانیت میکردن در گردن شیرا زنجیر زدگی در فکوش زنجیرو زدگی شیرا را تیام گپو قپیده میستودن که شاه اخرانیت کنن کن این چیزو یا که کینوهای ما دم میبینیم کینوهایی که در با وصف شاه و دیگر چیزا شیونکه کدگیم شاهم می آید شاهم می آید ای مردم شاه آمد ای مردم خیز شاهم می آید همه کوز میسته سرش خم کدگی شاه اسب قطی می آید با در گردش چهار تا دیگه شیطانچه دیگه اسب داشتگی ای خم کن سرت رو نگاه نکن به شاهم گفته با او را قمچی قطی زده است مردم از چومارید کده است خلق از چومارید کده است برای که اینمی حاضره امام علی من کینو رو باور کنم باشه که پول کاسیتوش یافته که سوزوندن در کور است دفع کردن در کور است اون کینو نیست غرور نیست در اونجا غرور دیده نمیشود ما نمیبینیم که اون هست همون سگای کته کته از همون رنگ شیر بر این کراسکه کنین در کینوتون کراسکش کنه یا که همون نقابی شیر پشونه اینش یا که همون شیرای اوزی شیر همون اینش وقتی که همون گاشته ایستوده است پخوتنی وایسکا در دستوشون شیرا ای طرف شمشیر تو ای طرف شیرا خطی رفته ایستوده است هم تو سیلتاو زده تیم گپ اونا شاه آمد گفت تیم گپ با قطی مردم سرش خم کرده کمش گیز کرده که جو سیوم کم میکنه سری مردم بلند سیوم کنین که مردم قطی پراویتلش وقتی که اینقدر پراویتلی زور باشه مردم چمو نمیشه و البته مردم هم زور میشه یک چیزای نور کنین دنیا ببینه تعجب مونه در وطن دوره ما نه اینکه گفتیم گپا شاه می آید خیزید ایش بیاری دختر تدبتی در شاه که شاه هم گل خانه خود را با تو توفه میکنم شاه هم برای من یک وظیفه ده شاه هم همون بطه با اوش در پیش شاه هم پیشی میاد که اون ننگس کشی نگید نمتر وطن دار کرد باید فیلم ها هم غرور داشته باشه میگم که سرودها غرور داشته باشه باید بینا غرور داشته باشه میبینی که کراسکای بینا باید غرور تا بیدار کنه نه اینکه کراسکای سرخ بزنی ضعیف میشه هر یک چیز باید غرور نشان بده برای مردم یعنی برای آینده ها خونتون باید باشه هموطنای عزیز کم گفتم زیاد گفتم که هم گفت بود موندهش اختتام بگیم در کسی کامنتاتون جواب دادن میتونم منظرت ما هم از حقره کارگر هستم در زندگی گفتم گفت کار میکنم میبینیم که نیموی شوای کم که جواب میبرم با نوار میکنم قطعتون صحبت میکنم خونتون بود باشه هموطنای عزیزم همه وقت که سرتون بلند باشه کوشش کنین آینده ما هستم نیستم که در تمام جا غرور قطعی مردم تربیه کنین ناموس قطعی ناموس برای مردم نشان بدین که این ناموس هست اینش بناموسی است و همه وقت ناموس قطعی تربیه کنین مردم چه خیلی که همون اسبی هست که علفش میتی گفتی همون گپو رنگ مچخر میشه و میمونه اسبی هست و اسبی هست که فقط جو قطعی گفتی همون گپو تربیهش میکنی همون راه گشتن دم تا سینه‌ش برداشته اسفالت زده کنده همون آواز شب رو ورده راه میگرده زمین آواز شب رو ورده صدای زمین رو ورده راه میگرده اونا اسب هست یعنی اسبی که بجاو تربیه شده
اسبی که علف قدی فقط بدیش بیچاره را رنگ مچقر بشه تری چقیل چقیل و کشیش کنین آینده مردم رنگ همو بگیم اسب علف خور بوری تربیه نکنه رنگ مچقر بوری ترسیده گفتی هم گپو یگون چی اپشو بگه سایبش در بالوش کو اخسب زنه بیچاره علف خوردگی قوه نداره کو بشکم میزنه اسب برای چی برای که میترسه بیچاره علف میخوره قوه نداره زورش نمیرسه یعنی که غرور نداره کوشش کنین مردم همون فقط همون یعنی غرور خطی تربیه کنین ننگ خطی ناموس خطی تربیه کنین مثل که همون اسب که جو خطی تربیه میکنی که ره میگرده صدای زمین میبروره وقتی که مردم ما ره بگرده مردم تاجیکستان یعنی فرق نداره مسافش کلان است یا که میداس و سرزمینه وقتی ره میگرده فرزند تاجیکستان در کوچه و در دیگر دولت در دیگر جو صدای زمینه برآورده ره بگرده نه خیلی تربیه کنین آینده فرزنده خونتون آباد باشه همتون گفتم گپو I love you خودتون احتیاط کنین کدومتون چیزی نوشتنی هستین میتونین که در زیر کامنت بنویسین و امام علی مردم هم مثل همون اسب علف خره که رنگ شتلا میشه و میمونه که هم خیلی تربیه کرده است من اینجا شما رو گارانتیتون میتونم 100% امام علی استرات کرده است مردم ضعیف شوه که تو که فرزندای او بالای سر یا حکمرانی کرده بتونه اما اسب مست هر انسان هم سوار شده نمیتونه ده هر انسان هم سوار برای او چواندوزی زور یا که اسب سواری خوب در کار است که او اسب مست سوار شوید و اسب سلا بیره گودک هم سوار شدن میگیره اسب که علف میتونه شدن که مچخر شده که دنباش پاشه در تنش میشینه که دم شی تکده نمیتونه دم شی تریکده نمیتونه یعنی دیگه داخل تو میگم برای اسب که گفتم برای اسب میگم برای شما فقط قصه را دوست میدارین مردم ما برای هم آخران قصه را میگم زمانی در شاه یک اسب در توفه میکنه و در خانه شاه یک انسانی که بگیم خدمتگار هست نه که انسان خدمتگار هم باشه بگیم که کوشش میکنه انسان غروردار است و بگیم که همه وقت یک زمانه همی است همون زمان میویا همه اسب تعریف میکنه همه تعریف میکنه گرد اطراف شاه هم اسب زیبایی شوین شاه هم ای اسب پاها شوین یا شاه هم چشمای اسب بین یا شاه هم دنبی اسب بین همه تعریف میکنه ای بیچاره هم خدمتگار خب میکنه مثل شاه فریاد میکنه میگه که خیلی همی اسب بعد نگاه میکنه مثل میگه خیلی نمیشوه یه اسب خیلی اسب نمیشوه دیونه ای هم مایی تعریف کرده است ای اسب میگه در اصل در تنه اسب اگر شاه هم میگه پشه بشینه اسب دم قطی سر میکنه یعنی دم قطی کش میکنه یعنی که اسب اما ما میبینیم در تنه اسب شما پشه بشینه زبان قطی سر کرده است گاو زبان قطی سر میکنه میگه ده شاه میگه که بتینش یا 20 تنانش بتین این گپی زور گپ زد میگه بیستانونش بتین فریاد میکنه صاحب اسب میگه که این اسب میگه قدر زیبا و خوب و نیکی ضعیفتر بوده است روز شب بگو میگه که این اسب تولد شدند و چشم مرده بود ایره با همون شیری گاو کلان کرده در باری گاو کلانش دیگه قد شیری گاو برای همون فهلی همون گاو پیدا کرده پشه بشینن چیش قدی سر میکنه دندان چیش قدی همین خیلی خلاص میگم قصه دوام داره اگر دوام شه بگم وقتم نیست نه که بگیم که خلاص آخرش هم میگم برای که چند تا پروسیدور میگذره آخرش ده بعد شاه هم تعریف میکنه که این یگان بار تعریف کردگی نیست شاه آخرام فریاد میکنه میگه اینجا بیو برای چی همه در پیش ما سجده میکنه سرخم میکنه بگیم که من نسل فلانزاده هستم تو میگه باره هم برای ما یگان کلمه بگیم که خیلی پتخلیمی نمیزنی یعنی که کار خطا میکنی گپ زنم سر تخم میکنی میستی میگه که خیلی خودت میگه ایو نسل نیستی که چی شاه هم میگه من میگه که چخیل من نسل نیستم بعد میره و چشم میپرسم میگه که مادرت گپ زد که این مدر انسان میشول هم کمبودیای ما را درست چه گفتگی است ما چی بگیم که
аю насл нестам очаш мега ки не ту фарзанди амои не ки хай сусу то мета баъд охир до очаш ба кала мегира ки мега ки о бачаам ман амон ошпази хонамон амон нонбои хонамон қатӣ бигем ки замони отат паход мерафт дигар ки нафс бологӣ мекард единственни одаме буд ки ҳамин нонпази хонамон қатӣ ман камкам бигем ки ишқварзӣ мекардам ту фарзанди ҳамун нонбои шидагӣ ҳастӣ баъд меояд пеши мега ки те инсони мудри та киҷо медонистӣ ки мисол ман фарзанди ҳамун шоҳзодаҳо нестам барои он ки мега ҳар хизмати тура мекардам ту барои ман 20 нон медодӣ дигар шоҳҳо зар тилло ҷома асп ягон чӣ қатӣ бигем ҳамун хизматгорош ки кори хуб мекунад наградид мекунад маълум аст ки ту бачаи нонбой фақат ба ман нон медодӣ гуфти ҳамун гапо ки Моҳаммад Раҳмонам ҳам бачаи нонбой аст. Саломату сарбаланд хонобод боше.